اول کشور خودمون، اول منافع ملی، اول رفاه مردم، اول یه زندگی نرمال برای مردم، بعدم میرسیم به سیاست‌های موشکی و هسته‌ای و اینا. من اونو تو اولویت الان با شرایط امروز نمیبینم. به هر حال اگر ما لحاظ دفاعی تقویت نکنیم خودمون رو، احتمال داره که دشمن یه تعرضی کنه و نه، من اصلا احتمالش نمیدم. ما اگر کاری به دنیا نداشته باشیم، ما داریم یه انگولک میکنیم همه رو، ما داریم تو منطقه یه کارایی میکنیم که باعث میشه ما اگر الان ببینید مثلا اگه الان امارات ارتش داره، سیستم دفاعی قوی داره؟ نداره که. افغانستان رو ببینید، عراق رو ببینید، لشکرکشی‌هایی که کردن، یعنی میخوام بگم غرب و شرق ما که مورد تعرض قرار گرفت. خب ولی ما شرایط استیبلی که نیست، ما بگیم آقا در یه منطقه‌ای هستیم، این منطقه صلح و آرامش و صفا و صمیمیت و میخوام بگم تو یه منطقه‌ای که هی مورد تنشه و به نوعی درگیر تنشه، خب ما باید یه مقدار حواسمون به خودمون باشه. اینو قبول نداری؟ قبول دارم. مثلا اعتقاد حتی به بمب هسته‌ای دارم. یعنی من میگم که بله، ببین من میگم وقتی دنیا الان مثلا شما ببینید هند بمب هسته‌ای داره، پاکستان داره، اسرائیل داره، خیلی کشورهای دیگه هم هستن دارن، کره شمالی داره، با آمریکا داره، روسیه داره. وقتی دنیا داره میره سمت بدش نمیاد. البته نداره. دنیا داره میره سمت به هسته‌ای به عنوان یه سیستم دفاعی، چرا ما نباید داشته باشیم؟ ولی من شرایط الان کشور خودمون رو با این همه مشکلات اقتصادی، با این همه مسائل داخلی که ما خودمون داریم، خیلی و این همه الکی دشمن تراشی داریم میکنیم، میگم نه، ما اول باید به داخل کشور خودمون برسیم.